سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بنیت عقیده کردن همه فرزند خانواده یعنی اسحاق جان جمشید آسادیم الله تعالی من همین تینگی آرامی آسایشتگی مملکت رو برقرار کند بردوام کند زیرا رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند نعمتین مغبون فیهما کثیر من الناس الصحة والفراغة، یعنی گفتن بهترین نعمت برای انسان ها که این الله تعالی عطا کردن است این هم باشد تینجی، آرامی، آسایشتگی و دیگرش صحت و فراغتی. گفتن افسوس که گفتن رسول الله صلی الله علیه و سلم انا همین بنده ها امتی من همین دت نعمت مادرها من هم زمان ما شکر کردن زمان همین تینجی، آرامی، آسایشتگی برقرار شده گشتنش به دعا کردن پروردگار من همین سنتی رسول الله صلی الله علیه و سلم منم نحل خانواده و خصوصا همین فرزندشان اسحاق جان مبارک گرداند، همون اسحاق جان عمرش دراز کند، رزقش فراخ کند، الله تعالی از بلا و فتا در پناهش نگه داشته، در آینده یک عالم با عمل شده مملکت به جمعیت به اهل خانوادش به منفعتش میرسه که کامل شده انسان شده واجبای رسیدنش خدای عز و جل نصیب روزیش گرداند. من امروز برای من همین صحبت من شما برای معروضه کردم اینجا داملام و من استازم و تشریف فرمودگیان من همین خانواده داملامیتین برای همین کمتر از معروضه سرمانوی داملا آزوقی معنوی میگیریم انشاءالله. داملا مرحمت. تشکر زیاد انشاءالله برادر عزیز انشاءالله داملا محترم. البته عزیزان من خدا خواهد انشاءالله مرحمت من جاها خالی است شنین انشاءالله یک نیم ساعت غذای معنوی را خدا خواهد بای کردن حرکت میکنیم عزیزان من انشاءالله خدا خواهد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشنده و بخشاینده مهربان. حمد و ثنا بر خدا را که صنعش در وجود آورد ما را، هر دم از ما صد درود و صد سلام بر رسول و آل و اصحابش تمام. اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام و خاندان انشاءالله مبارک. چه میخیلی که داملای عزیز گفتن اولا خدا خواهد و مناسبت فرارسید توی سنت سنی رسول این اهل خاندان تبریک و مبارک باد میگیم و تو فعل این فرزند انشاءالله ما شما یک جای شدیم در اینجا جمع آمدیم. الله سبحانه و تعالی این برادر کودکشن عمری دراز رزق فراخ تنیسیت خاطر جمع در آینده که قاریان عالمان با عمل یکی از متخصصان خوب شده در نزد جمعیت در نزد خاندان خدمت کردن الله انشاءالله نصیب بدارد. اکثری مردم ها صحبت درباره نماز فضیلت نماز شافتن انشاءالله خدا خواهد و با شما خدا خواهد درباره نماز بعضی مسئله مهم که درباره مساجد الحمدلله امروز در دهه شما من خدا خواهد برنامه بسن این اهل ده من از همه نام انشاءالله تمامی خدا خواهد دامله ها تشکر زیاد میگم. این یک بخت از فضیلت است که انشاءالله انسان مسجد میسازد، دیسکوتک نساخته است، یکم رستوران نساخته ساده است، یکم کاری گناه نساخته سادیان، بلکه الحمدلله بهترین خانه مبارکی الله سبحانه و تعالی انشاءالله خدا خواهد بنا دارند. عزیزانیان بیان هممون خدا خواهد ما هم از دور تماشا نمیکنیم، ما هم قدر امکان انشاءالله به این خدا خواهد برادر یک جای این خانه خدا را آباد میکنیم انشاءالله. من چند مراتب نزد ما رفتن انشاءالله دعای مبارک کردن الحمدلله چی انشاءالله معنوی هم باشد چی مالی هم باشد حرکت کردن. ما هم انشاءالله دور نمیستیم، ما هم انشاءالله قدر امکان این مسجد خانه خدا را برپا کردن شدن هممون کمر انشاءالله همت. این بخت است عزیزان من، این بخت هم همه نمی آید. این بخت امروز همه دهنده اومد من دو تا مسجد برپاشت است انشاءالله خدا خواهد. یعنی پیامبر علیه السلام یک روز شتگی بودن میگد یهودا یک گروه اومده رسول الله سوال کردن که یا پیغمبر کدام زمین بهترین زمین است؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم سکوت کردن چون که تا جبرائیل نمیگفت محمد نمیگفت.
اما لحظه سکوت کرد. میگه پیک رحمان جبرائیل امین میگه نزدی پیغمبر علیه السلام گفت چی گپ است؟ یا محمد گفت سوال داده است که یک گروه یهودا که یعنی کدام زمین بهتر زمین است. گفت ما رفته از خدا پرسیم. گفت میگه حضرت جبرائیل میگه برمده برفتن. حضرت جبرائیل میگه اینی دنوت دنوان الی الله ما دنوت خطون. من چنان با خدا نزدیک شدم که هیچ وقت نزدیک نشدم. گفتن چند قدر بود؟ چند هزار پرده بود. گفتم من پرسیدم گفتن که محمد سوال کردن که بهترین جا کی است؟ الله سبحانه که بهترین میگه موضع این مسجد ها است. بهترین گوشه پارچه زمین این مسجد ها است. بدترینش گفتن بازار ها است. برای چی؟ چون که در این خانه انشاءالله انسان سودا از آخرت میکند. الحمدلله در این خانه غذای معنویش مونه ما شما بای میکنیم انشاءالله. خدا خواهد از صحبت خدا خواهد عالم و بهره‌مند شدن، بلکه خطاهم اصلاح میکنیم، گناهامون توبه میکنیم انشاءالله. خدا خواهد این خانه است که پیغمبر علیه السلام وقتی که از مکه مدینه رحلت کردن ظالمان که کافرها بسیار عذابش دادن، آخر شب تشویق کردن که محمد به قتل میرسونه. علاج نشد، خدا ایزنش داد گفت که اکن مکه را که ترک. گفت پیغمبر با یک دل کشون، ولی بعضا وطن گنده میکنن. این وطن حالی چیزی خدا خواهد خوب نیست. وطن انشاءالله خدا خواهد ما و شما چی؟ همه درد و غصه همه چیز وطن ببرد. پیغمبر از یعنی مکه ترک کردن آبی دیده که بومده برفتن، چون که وطن مولود شدگی شد، تولد شدگی شد. وقتی که رفتن انشاءالله کسته دراز است، به مدینه رفتن اولین خانه نساختن، دچه نساختن عزیزان من، ماشین نخریدن، یگان سواره نخریدن، یگانه پیغمبر صلی الله علیه و سلم خانه مسجد ساختن عزیزان خدا. همه حاجی ها میرن همون مسجد خدا، مسجد قبا میگنش. اولین مسجدی که پیغمبر علیه السلام و سلام بنا کرد قبا را کرد، بر این مسجد نبایی شد عزیزان من خدا. بینن پیغمبر اسلام شطورش سر داد بگن، همه پایها آرزو کردن که محمد مهمانی خانه مشهد خانه، همه شطور بزن کجای قرار بگیرن. یا خونه برفت انصاری ببینه کم بگل نه قرار گرفت. گفت من همینجا گفت خونه میسازیم، همینجا گفت مسجد میکنیم. اینه برای چی خدا خواهد انشاءالله؟ چون که اولین بهترین انشاءالله، چون که در مسجد انشاءالله خدا خواهد مسئله مهمی اقشلاق و محله حل میشود. اکثر مستفیدها جمع میزنن خدا خواهد، اکثر دانشمندها جمع میزنن فکر بیان میکنن. عزیزی من این خانه را بد نبید، این خانه را بد دیدنش از بی ایمانی است. خدا قرآن را بحث میکنه شما را. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره توبه. انما یأمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر. خدا میگه کیها مسجد آباد میکنن؟ همون شخصانه که ایمان به خدا داره و ایمان به روز قیامت رستاخیز داره که بگه در قیامت میخیزیم پیش الله. بین همون آدم ها مسجد هم آباد نمیکنه مسجد. حالا ابولهبا هستن که مسجد از خدا خواهد بدترین جا حسابش میکنن. هرگز حرکت نگه که این مسجد من محکم میکنم، حرکت نگه که این خانه را خراب میکنم، خانه تا خدا خراب میکنه انشاءالله. سوره بقره است. کدام انسانه که میگد سعی میکند برای محکم کردن مسجد، خدا میگد من در همه دنیا خارش میکنم خیزون فی هذه دنیا و الاخره، و در آخرت هم میگد اون انسان من خار و ذلیلش میکنم. خدا یک درده میتید یک مل از زبان میمونی. من دردو ببینین خدا این نعمت است. گفتن ها اگر خدا بخواد انت زبانی من نگیره تمام، من حرف گفته نمیتونم، گفته نمیتونم. دوبای یک عالم بوده است این نعمت خدا خود زبان تا نگه دار. این زبان های گفته که نادرست نیست، زید خدا زید پیغمبر زید خانه خدا نکن که زبان تا خدا میکشه. همون عالم برای عالم گپ زنوندن در یک روز $50 پول در کار است. $50 حضرت، $50. همه یک تبلیغ است. منم زبان آینه که گیبی همین خیلی بالاش که تگنده که رخچه اومدن خیلی چسبیدگی است. انمی رخچه رولی نساس را بازی میکند، دهنی ما شما را تر میکند، بعد دهنی ما گپ نمیده. همه عالم برای گپ زنوندن $50 تبلیغ کرد است میگیرد، یعنیش یک سوت که گمزه باید هم میمونه. همین گیره چکا میکنید؟
خدا خد دستک تگیره چیکار میکنی؟ پاچک تگیره امروز از بالای ما گلیم باید تشکیلات شکایت میکنی. یک خدا بزرگ که شکایت میکنی. یعنی خدا خواهد پیغمبر سومتن که یعنی کدام انسانه که در دنیا مسجد میکنن من بنا الله مسجدن بنا الله فی الجنت قصرن، خدا در جنت قصرها بنا بکند. عزیز من او قصر است که یک گیشتش از تیلا است. عزیزان من شما یک تا گیشتی لای در راه خدا در اون مسجد مونین، الله سبحانه برای شما یک گیشت از تیلا در جنت میموند. یعنی شک عمل میکنید ثواب چه الحمدلله میگیری. خدا خواهد هر عمل کننده هر انشاءالله حرکت کننده ای دست هیچی نیایدم گپی نادرست ندن انشاءالله. خدا خواهد یعنی مسجد برای بنا کردن انشاءالله سعی کن امروز این خدا خواهد خدا وقت داده است. این عزیزی من اینه همه آرزو میکند. من در سعی من از دیگر جا بچه هستن آبی دیده میکنم کلی در جای ما مسجد بنا شد، ما هم در روی الله یاردم که تا چقدر آبای دیده میکنم. ما که خدا امروز داد از این امکانیت از طفل جناب عالی از طفل جناب مفتی خدا خواهد اینها را تشبوس و رفتار و گفتار که امروز تمام من چی در دین و چی در دنیا در ازبکستان عزیز تبدلات با وجود اومد. الحمدلله این دمکرات برای ما میلیارد پول آورد. میدانی این نمازکای خوب، این خدا خواهد حجابای خوب، این ریشکای خوب انشاءالله همش چی است باعثی خدا خواهد اجازت علم راهبر است. الحمدلله شکرگزار باشیم. زمانی بود که خدا خواهد اینجا مسجد اومدن جنایت بود. من میدانم خدا خواهد ما در مدارها نماز خوندگیم، در کوهان نماز خوندگیم از ترس همون به ایمانا را و این من به امالا خدا زده کافته نگشتن کجا یک نماز خون رو برد خمش کجا یک نماز خون باشه. میلیون استادا و عزیزای خدا در بیک ارمان رفتن. من شاید باید ملاتایش نیفتن همین باید ملاتایی را از ترسه تلخیقت کشتیم بگیم. چند بارا بردن میگم بچه شیریات میکنن میگن متقیدن چند ملای کوی متقیدن. یک بار من در مکتب بسم الله گفتم همون که زده دارم که داملوی مالی با همش ملو بشه با همش ملو شید همش دیشام نمای پیسه بولد با همش داملو شید مجبور روزا میخوندن ما را میشپیدن تو روحانیت که تو بچه ملو هستیم. این روز کی زده ساده الحمدلله شکرانه بجا که امروز داخل خواهریش مخاکرام حالت الحمدلله مزدک فقط توری اسلامی لحظان من بریم توری کار کنیم توری رفتار کنیم انشاءالله داخل خدا ما شما روزی میشود. پیغمبر علیه السلام هم انشاءالله داخل روزی میشود. عزیزان من بیاین این امکانیت رو از دست ندیم. اگر همون خانه چی میشود سودا انشاءالله از آخرت میشود. من میایم خدا خواهد بندی همون خانه اجرا شدن عملش است نماز است. عزیزان من با شما باد صدای خدا. آماده شدن رو فراموش نکنید.